دوستان عزیزم سلام، رویا سلیمی هستم و با نمونه سوالات پرتکرار فصل 2 کتابتون در خدمتتونم. سوال 1 گفته در جای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید. سوال اولیش گفته خمس 35 تا می شود. خمس یعنی چی بچه ها؟ خمس یعنی 1/5. خمس 35 تا رو میخواد، یعنی باید ضرب بکنید. 1/5 35 تا رو میخواد، میشه 35 پنجم مساوی با 7. یا اینکه میگید 5 تقسیم بر 5 1، 35 تقسیم بر 5 7. در نهایت خمس 35 تا میشود 7 تا. نصف چند تا میشه 9 تا. یعنی چه عددی تقسیم بر 2 بشه میشه 9؟ معلومه 2 9 تا 18 تا. پس نصف 18 تا میشود 9 تا. جای خالی یعنی 1/3 هر چیز. 1/3 هر چیز رو بچه چی میگیم بهش؟ میگیم سلسه. سلس یعنی 1/3 هر چیز. 1 ساعت و 1/3 ساعت یعنی چند دقیقه؟ 1 ساعت که 60 دقیقه است، اون که هیچی. 1/3 ساعت هم یعنی 1/3 60 تا. بهش مخرج 1 میدید، ساده میکنید. یا اینکه میگید 60 یکی 60 تا، 1/3 تا هم 3 تا که 60 تقسیم بر 3 میشه 20. ولی از اون بهترینه که همینجا ساده کنید. 3 تقسیم بر 3 1، 60 تقسیم بر 3 20. 20 یکی 20 تا. 60 دقیقه یعنی 1 ساعت، 1/3 ساعت هم یعنی 20 دقیقه. 60 به علاوه 20 میشه 80 دقیقه. ساده شده کسر 12 16. 12 16 بچه ها. خب اگر بخوایم تیکه تیکه ساده کنید، به 2 هر دو ساده میشه. تقسیم بر 2 میشه 6، تقسیم بر 2 میشه 8. هنوز هر دوتاشون به 2 ساده میشن بچه ها، هم صورت هم مخرج. تقسیم بر 2 میشه 3، 8 هم تقسیم بر 2 میشه 4. دیگه 3 و 4 ساده نمیشن بچه ها. پس ساده شده کسر 12 16 میشه 3 4. اگر بنویسید 6 8 بچه ها نمره نمیگیرید، چون که هنوز 6 8 ساده میشه. میتونستید یه دفعه بگید 12 16 تقسیم بر 4 تقسیم بر 4. جفتشون ساده میشن بر 4 و جواب میشه 3 4 بچه ها. سوال 2 بچه ها گفته عدد مخلوط مربوط به هر شکل را بنویسید. دقت کنید بچه ها. اول قبل از نقطه چین واحد ما رو برامون نوشته. واحد ما چند تاییه؟ 3 تاییه. پس 3/3 میشه واحد ما. یعنی هر 3 تای این دایره ها میشه 1 واحد. پس این 1 واحد، این 2 واحد، این 3 واحد، این 4 واحد. پس 4 واحد و یعنی این 1/3، این 1/3، این 1/3 و اینم 1/3. یه دونه 3/3، 2 تا 3 تا 4. پس میشه 4 واحد و حالا این 2 تا از 3 تا، چون هر واحد ما 3 تایی مخرجمون 3، 2 تا از 3 تا رو می نویسیم. اگر بخوایم به صورت کسر بزرگتر از واحد بنویسیم، این 2 تا در هم ضرب میشن. 3 4 تا 12 تا با 2 تا 14 سوم. دقت کنید 3 6 9 12 13 و 14. 14 سوم یا 4 و 2 سوم. پس اون عددی که واحد ما رو نشون میده خیلی مهمه. در اینجا بچه ها واحد ما 2 تاییه. 2 تا از این مربع هایی که هر کدوم به 8 قسمت تقسیم شدن میشه 1 واحد ما. این 8 تاست، اینم 8 تاست. پس واحد ما 16 16. درسته؟ یعنی این که اگه تنها این بود میشد واحد ما 8 8، ولی واحد ما 2 تا از ایناست، 16 16. پس این میشه 1 واحد ما. درسته؟ یعنی یه دونه واحد و این 4 تا از 8 تا، یعنی چندمش 1/4. دقت کنید بچه ها، اگر این رو 16 در نظر بگیریم، 16 16 17 18 19 20 میشه 20 16 کسر بزرگتر از واحدش. تبدیلش کنیم به عدد مخلوط، تو 20 تا یه دونه 16 تا داریم و 4 تا هم باقی میمونه. 1 16 تا 16 تا از 20 تا کم کنیم 20 تقسیم بر 16 میشه 1 16 تا 16 تا 4 تا باقی میمونه. این میره تو صورت بچه ها. پس میشه 1 واحد و 4 16. درسته؟ حالا 4 16 رو اگر ساده کنیم میشه 1/4. دقت کنید چرا این شد 1/4؟ چون واحد ما 2 تا از این مربع هاست.
پس این میشه 1 واحد و خب این یه دونه، ببینید یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، این یه دونه از این 4 تاست، پس میشه 1 واحد و 1 چهارم. یا میگید که 1 واحد و 1 2 3 4. گفتیم واحد ما مخرجش چند تاییه؟ اگر متوجه این 1 چهارم نمیشید گفتیم مخرجش 16 تاییه. 1 واحدم که 2 تا از اینا 1 واحد حساب میشه. حالا 1 16م، 2 16م، 3 16م، 4 16م، 1 و 4 16م. حالا 4 16م بچه ساده میشه 4 تقسیم بر 4 1، 16 تقسیم بر 4 4، 1 و 1 چهارم، همون چیزی که ما اینجا براتون نوشتیم. سوال خیلی مهمیه بچه ها. سوال 3 مون گفته مقایسه کنید. خب 2 پنجم 4 دهم. بچه ها ببینید مخرج ها مساوی نیست. اگر 5 رو ضرب در 2 بکنم مخرج هامون یکی میشه. چون 5 رو ضرب در 2 کردم صورتش رو هم باید ضرب در 2 کنم. در حقیقت کسری مساوی با 2 پنجم می نویسم که مخرجش 10 باشه، میشه 4 دهم. 2 پنجم با 4 دهم مساویه. 2 کسر داریم که مخرج هاشون با هم مساوی هن. از 2 کسر که مخرج های مساوی دارن کسری بزرگتره که صورتش بزرگتر باشه. حالا 2 تا کسر داریم که صورت های مساوی دارن. از 2 کسر که صورت هاشون مساویه کسری بزرگتره که مخرجش کوچکتر باشه. پس 3 پنجم از 3 دهم بزرگتره. 3 پنجم و 2 پونزدهم مخرج ها یکی نیستن. اگر 5 رو ضرب در 3 بکنم مخرج ها یکی میشه، صورتش هم باید ضرب در 3 بشه. در حقیقت کسر مساوی با 3 پنجم می نویسم که مخرجش 15 باشه. 3 تا میشه 9 تا. حالا کسر مخرج هاشون با هم مساوی شد، اونی بزرگتره که صورت بزرگتر داره. 10 رو ضرب در 3 میکنم، پس صورتش رو هم ضرب در 3 میکنم، میشه 6 سیوم. کسر مساوی با 2 دهم نوشتم، میشه 6 سیوم. 6 سیوم با 3 سیوم باید مقایسه بشه، کسری بزرگتره که صورت بزرگتری داره. خب 4 رو ضرب در 3 کنم میشه 12، صورتش رو هم ضرب در 3 میکنم، کسر مساوی با 2 چهارم که مخرجش 12 باشه، میشه 6 دوازدهم. 7 دوازدهم از 6 دوازدهم بزرگتره. خیلی خیلی بچه ها مبحث مهمیه. سوال 4 یک مسئله است. گفته در کتابخانه اتاق مریم 5 ردیف 8 تایی کتاب هست. او 3 چهارم کتاب ها را خوانده، چند کتاب را نخوانده. خب 5 ردیف 8 تایی، پس 5 تا ردیف داره که تو هر کدوم از این ردیف ها 8 تا کتاب داره بچه ها. تو این ردیف ها 8 تا. فکر کنید که اینا رو من تقسیم بندی کردم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا کتاب وجود داره. چند تا ردیف داره بچه ها؟ 1 ردیف، 2 ردیف، 3 ردیف، 4 ردیف، 5 ردیف. 8 تا این داره، 8 تا این داره، 8 تا این داره، 8 تا این داره، 8 تا این داره. پس باید اول همه چیکار کنیم؟ 5 ردیف 8 تایی رو به دست بیاریم ببینیم کلا چقدر کتاب داره. 5 8 تا 40 تا کلا کتاب داره، کل کتاب ها. حالا گفته 3 چهارم کتاب ها رو خوانده، 3 چهارم این 40 تا رو خوانده، 3 چهارم یه عددی، 1 دوم یه عددی، ثلث یه عددی، یعنی باید ضرب کنیم بچه ها. 3 چهارم 40 تا رو باید به دست بیاریم. خب دیگه ساده کردن بلدیم بچه ها. این صورت، این مخرج بهش مخرج 1 بدیم، این مخرج با این صورت ساده میشه. 4 تقسیم بر 4 میشه 1، 40 تقسیم بر 4 میشه 10. حالا مخرج هامون شد 1، صورت 3 10 تا 30 تا. بچه ها 30 تا کتاب رو خوانده. کلن چند تا کتاب بود؟ 40 تا. چند تاشو خونده؟ 30 تاشو. کم میکنیم 10 تا کتاب نخوانده. از این کتاب ها 1 چهارمش میشه 10 تا که نخونده، 3 چهارمش رو خونده بچه ها. سوال 5 بچه ها دیگه سوالش رو ننوشتم. گفته در جای خالی عدد مناسب بنویسید. کسرهای مساویه. اولی 3 پنجمه، کسر مساوی با 3 پنجم بنویسیم که صورتش 12 باشه. 3 ضرب در 4 شده 12، پس 5 هم ضرب در 4 میشه 4 5 تا میشه 20 تا. یک کسر مساوی خودمون بچه ها باید بنویسیم، هر چی که دوست داریم. 3 رو ضرب در 5 کنیم، 5 رو هم ضرب در 5 کنیم. فقط حواسمون باشه صورت ضرب در هر چی بشه مخرج هم باید ضرب در همون بشه. 3 5 تا 15 تا، 5 5 تا 25 تا. بعدی گفته 2 چهارم کسر مساوی با هاش که صورتش 16 باشه، 2 ضرب در 8 شده، پس 4 هم باید ضرب در 8 بشه. 4 8 تا 32 تا.
یک کسر مساوی خودمون بنویسیم. 2 رو ضرب در 6 بکنیم، 4 رو هم ضرب در 6 بکنیم. 2 6 تا 12 تا، 4 6 تا 24 تا. خب 4 11 کسر مساوی باش بنویسیم که مخرجش 44 باشه. 11 ضرب در 4 شده، پس 4 هم ضرب در 4 میشه. 4 4 تا 16 تا. حالا کسر مساوی با 4 11 که صورتش 24 باشه، یعنی 4 ضرب در 6 شده، مخرج هم باید ضرب در 6 بشه. 4 6 تا 24 تا، 11 6 تا 66 تا. کسرهای مساوی نوشتیم. خیلی مبحث مهمیه. سوال 6 گفته عبارت جمع و تفریق و ضرب بنویس. خب اولی جمع بچه ها. 0 تا 1 رو به چند قسمت تقسیم کرده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قسمت. پس مخرج ما 9 بچه ها، یعنی این 1 نهمه، این 2 نهمه، این 3 نهم، 4 نهم، 5 نهم، 6 نهم و این 7 نهم. مخرج ما 9. اولین حرکت ما 4 نهم اومده و بعد اومده چیکار کرده؟ 1 نهم، 2 نهم، 3 نهم دیگه هم بهش اضافه کرده. 4 نهم به علاوه 3 نهم، مخرج ها مساویه، صورت ها رو با هم جمع میکنیم، میشه 7 نهم. دومی اومده یه مستطیل به ما داده، 1 2 3 4 5 6 2 تا 12 تا، به 12 قسمت تقسیم کرده، پس مخرج ما 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 قسمتش رو اول رنگ کرده، منهای 1 2 3 قسمت از 12 قسمت کرده. اول نشون داده که 8 12 رنگ شده، منهای 3 12 کرده. جواب میشه 5 12. 1 2 3 4 5 قسمت از 12 قسمت مونده. شکل بعدمون باز اومده یه دونه مستطیل کشیده، 10 قسمتش کرده، پس مخرج کسر ما 10. 1 2 3 4 5 2 5 تا 10 تا. حالا اومده ببینید یه رنگ قهوه‌ای، یه رنگ قرمز، یه رنگ سبز و یه رنگ صورتی کرده. پس چند رنگ کرده؟ 4 رنگ کرده. پس 4 تا ضرب میکنیم. یه رنگ، 2 رنگ، 3 رنگ، 4 رنگ. 4 تا چند چندم؟ قهوه‌ای 2 دهمه، قرمز 2 دهمه، سبز 2 دهمه و صورتی هم 2 تا از 10 تاست، پس 2 دهمه. در نهایت 4 عدد صحیح ضرب در کسر، بهش مخرج 1 میدیم، میشه 2 4 تا 8 تا 1 10 تا 10 تا. 8 دهم این شکل رنگ شده. 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، 4 دهم، 5 دهم، 6 دهم، 7 دهم، 8 دهم. کاملا درسته. عبارت ضرب نوشتیم بچه ها. سوال بعد گفته پدر محمد در ابتدای هفته به او 40,000 تومان پول میدهد. او هر روز 1/8 این پول را خرج می کند. تا آخر هفته چقدر از پول او باقی می ماند؟ هر هفته اول هفته بهش 40,000 تومان پول تو جیبی میدن، اون 1/8 این 40,000 تومان رو هر روز خرج میکنه. 1/8 یه عددی بچه ها، 1/2 یه عددی، 1/5 یه عددی، باید این کسر ما در این عدد ضرب بشه. ما 1/8 40,000 تومان رو الان میخوایم که ببینیم روزی چقدر خرجش میشه. خب ساده میکنیم، به این یه مخرج 1 میدیم، 8 تقسیم بر 8 1. ببینید 40,000 تومان 40ش رو در نظر بگیرید، 40 تقسیم بر 8 میشه 5. حالا 3 تا هم 0 داره، 1 5 تا 5 تا و 3 تا 0 داره، مخرجم که 1. یعنی روزی 5,000 تومان خرج میکنه. هفته 7 روزه بچه ها، شنبه 5,000 تومان، یک شنبه 5,000 تومان، دوشنبه 5,000 تومان تا به جمعه برسه. پس 7 تا 5,000 تومان در هر هفته خرج میکنه. 7 5 تا 35 تا، 3 تا 0 هم میاد جلوش، میشه در هر هفته 35,000 تومان خرج میکند. چقدر پول تو جیبی میگیره؟ 40,000 تومان. چقدرش رو خرج میکنه؟ 35,000 تومان. بچه ها هر هفته 5,000 تومان برایش باقی میماند. دقت کنید به سوال، سوال خیلی خوبی بود. سوال بعدمون بچه ها گفته حاصل را به دست آورید. 4 ضرب در 3/4
5 ضرب در 1/7 اول به دست میاریم، بعد از هم کم میکنیم. عدد صحیح در کسر ضرب بشه، عدد صحیح فقط در صورت کسر ضرب میشه. یا به عبارتی میتونیم به این یه مخرج 1 بدیم، دیگه به حالت کسر در بیاد. صورت در صورت 3 4 تا 12 تا، 14 یکی 14 تا. منهای اینجا بهش مخرج 1 بدیم، 5 یکی 5 تا، 7 یکی هم 7 تا. خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید مخرج کسرهامون رو یکی بکنیم. پس کسر دوم 7 باید ضرب در 2 بشه، صورتش هم ضرب در 2 بشه. در حقیقت میشه 12/14 منهای 10/14. حالا که مخرج ها یکی شد بچه ها، صورت ها رو یه مخرج رو می نویسیم، صورت ها رو از هم کم می کنیم. از 12 تا 10 تا برداریم میمونه 2 تا. حالا 2/14 بچه ها ساده میشه، 2 تقسیم بر 2 میشه 1، 14 تقسیم بر 2 میشه 7. جواب آخر در میاد 1/7. سوال گفته کیمیا با 7/18 پولش یک روسری و با 3/6 پولش یک کیف خرید. کیمیا چه کسری از پولش را خرج کرده و چه کسری از پولش باقی مانده؟ بچه ها با 7/18 پولش یه روسری و با 3/6 پولش یه کیف خریده. باید ببینیم اول چقدر خرج کرده دیگه. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ این دوتا رو با هم جمع کنیم ببینیم چقدر خرج کرده. خب مخرج ما 18، اینجا مخرجمون 6، باید مخرج مشترک بگیریم. 6 رو اگر ضرب در 3 کنیم میشه 18. پس صورتش رو هم ضرب در 3 میکنیم. میشه 7/18 به علاوه 9/18. این دوتا با هم جمع بشه میشه 16/18. یه مخرج رو میذاریم، صورت 9 و 7 با هم جمع بشه میشه 16/18 رو خرج کرده. بچه ها کیمیا 16/18 پولش رو خرج کرده. خب میگه چه کسری از پولش باقی مونده؟ ما نمیدونیم پولش چند تومن بوده بچه ها، داریم کسری حل میکنیم. وقتی که مخرج ما 18 پس کل پول کیمیا 18/18 بوده، یک واحد کامل بوده. کلش 18/18 بوده، 16/18 رو خرج کرده. حالا کم میکنیم، مخرج 18 رو میذاریم، مخرج ها با هم برابرن. مخرج رو میذاریم، صورت ها رو از هم کم میکنیم. کیمیا 2/18 از پولش باقی مانده است. بچهای خوبم، نازنینای من، اینا نمونه سوال امتحانی بود. 100% معلوم نیست که اینا سوال امتحانی باشه، ولی اگر اینا رو خوب یاد بگیرید مطمئناً تو امتحان حتما موفق خواهید شد. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد، خداحافظ.